آشپزی چطوریه؟ من فقط سوسیس بلدم سرخ کنم، نیمرو درست کنم، کته هم بلدم. کته ولی با لبت بازی میکنم. نه بابا هیچ دیگه بلد نیستم. کته چجوری درست میکنی؟ مثلا زعفرونی هم روش میدی یا نه؟ نه. من برنجو میشورم. جونم واسط بگه خواهر. برنجو میشورم، چند بار میریزم آبشو دور، میریزم توی قابلمه، آب میریزم تا این بنده انگوش. حتما این خیلی مهمه. ببین اگه من این انگشت رو نداشتم نمیتونستم کته درست. یه بار با یک انگشت دیگه این کارو کردم، خمیر شد. با این تا این بنده انگشت باید بیاد. بعد نمک و روغن میریزم به اندازه کافی، درشو میذارم. این وقتی که آبش تموم شد با ته قاشق رو برنج رو سوراخ میزنم، بعد دم کنی میذارم و بعد حاضر میشه. بعد با چی با تون ماهی یا نیمرو. چه قدم کیف میده با تون ماهی؟ خیلی لذت. حالا که از ما تعریف که خوشت اومد قربون، ما اگه بخوام وارد سینما بشم چیکار باید بکنم؟ شما که بیا بغلم. رامبد میشه شما اون بقیه چند لحظه بیرون باشه؟ برون بغل آقای مدیری. رامبد جان بله. تو که حیوانای دوست داری قربونت برم، یه روز بیا ما کبوتر دارم روپایی میزنیم، اینو قشنگ بهت نشون بدم. 100 سالت انگار بچهای 5 سال بالا پایین میپری. ماشاءالله. بیام عکس بندازیم. میام. خدا اومد اووردیمت. ای جان واو چه لحظه ای داره ثبت میشه. کاش رامبد توی عکس نبود، چه عکسی میشه. بیا بابا بیا. نه بیا تکون نکن. شوخی کردم بقولم. خواب خنده‌دار میبینی؟ من کابوس میبینم فقط. دکتر عیسی جلالی بله دوست عزیز من که روانشناسن یه بار باشون مطرح کردم، گفت تنها چیزی که به نظرم میرسه بگم اینه که ناخودآگاهت داره تخلیه میشه. رامبد جونم. اشتراکات ما و آقای مدیری خیلی زیاده. چیه؟ ما هم یه شبای تو خواب ناخودآگاه تخلیه میشم. اصلا خیلی صبحش چقدر بده رامبد. حالا باید بلند شی دوشکت بندازی رو بند خشک بشه. به روانشناسم هم گفتم همینو گفت دقیقا. چی گفته؟ گفت باید کمتر آب بخوری. من نخواستم بازش کنم دیگه. ما دیگه باز کردم کامل. دکترم بهم گفت یکم ترموستاتت مشکل داره.